تنه به خون نشسته پیکره کی این حسین است این حسین است آه این گلوی پاره پاره حنجره کی عاشقانه از پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله و از ظلم و ستم دفاع کردن و خون خدا نه و طبق گذاشتن و عاشقانه در راه خدا خون داد. بازی خود دردم میکنه و خونریزی هم داره. عشق ابوالفضل آقا هیچ درد نداره، اصلا درد احساس نمیکنی. این حسین است خار صحرا و بیابان به خاطر از اینکه امام حسین علیه السلام به خاطر خدا خون خدا داده، ما امروز خون خدا به خاطر خدا میدیم، ما راه امام حسین تعقیب میکنیم. راه حق است. تا خون داریم در این راه هستیم، تا خون داریم، تا خون در رگ ما در این راه هستیم. یک علم به کربلا افتیده از دست حضرت ابوالفضل عباس و در سرتاسر جهان بیش از میلیاردها علم بالا میشه. این حسین مقتل و پیکر خونین حسین فاطمه مادر غمگین حسین آمده بر سر بالین حسین آه این که میزند به سینه مادر کیست بارلا این حسین این حسین شد جدا از هموطنان نهایت عزیز سلام، وقت شما بخیر. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارشاتم. من زمیر نوری هستم و از تکیه‌خانه چندول شهر کابل در خدمت شما حاضر شدیم. وطندارای نهایت عزیز در هفتم محرم قرار داریم و طبق معمول همه ساله همه جهان اسلام بخصوص مردمان اهل تشیع برادرای اهل تشیع ما از امروز به گونه مختلف عزاداری میکنند و من هم آمدم تا گزارش داشته باشم در رابطه با ای که در روز هفتم ماه محرم وطندارای ما چگونه عزاداری میکنند و میخوایم در موردش معلومات بگیرم. و یک موضوع هم نباید ناگفته گذاشت که کشور ایران و نظام ایران برادرای اهل تشیع ما که افغان هستند این روزها اجازه نمیتن که به داخل تکیه خانه ها بروند و نظریات وطندارای ما را در این رابطه همچنان می داشته باشیم. مرا همراهی بکنید. این که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پاره و عریان بدن است.
پاره پاره هنجره کی سلام علیکم. خوب هستن شما؟ ساعتتان خوب است؟ بخیر هستن؟ خودتان معرفی بکنین، یکم بلندتر صحبت بکنین. محمد اسماعیل هستم از چندول. محمد اسماعیل جان از چندول. آمدی به تکیه خانه تا که امروز هم عزاداری داشته باشین. امروز چی کارا رو انجام میتین شما؟ امروز دیگه تیغ زنی است. خودت هم تیغ میزنی؟ نه من پرچم میگیرم. خودت پرچم میگیری؟ بسیار زیاد تشکر از خودت. و امروز را میگن که روز است که علی اصغر کوچک شهید میشه. تشکر از شما. زنده و سلامت باشید. بخیر باشید. بیاین هموطنان عزیز، اینجا برادرای ما تیغ‌ها و بعضی چیزایی که آماده می‌سازن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستن شما؟ یکم از جایتون بلند شوین که ما شما درست صحبت بکنیم. نامتان بگوین. علی سینا هستم. علی سینا جان عزیز، چی را آماده می‌کنین؟ تیغ جور می‌کنیم. اینا تیغ است، از پل جور شده. خوب است، برای وطندارا هم می‌خوایم نشان بدیم. ایره دیگه چند دقیقه بعد تیغ زنی هم شروع میشه. علی سینا جان امروز چی کار میکنن برادرای اهل تشیع ما و چگونه عزاداری میکنن؟ امروز عزاداری ما ابوالفضل عباس خدا میکنیم ما. بله. و میگن که امروز روز است که تشنگی به اوجش رسیده بود و علی اصغر کوچک شهیدم میشه. ابوالفضل آقا و امام شهید میشه امروز. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. بیاین هموطنان عزیز، شما میبینن که جوانان، نوجوانان تیغ‌های خود را آماده کردن تا ای که به تیغ زنی آماده شوند. بیاین که امروز این برادر ما صحبت داشته باشیم. سلام علیکم. سلام برادر. شما خوب هستین؟ ساعتتان خوب است؟ تشکر. زنده و سلامت. زنده و سلامت. خودتان معرفی بکنن. اسم میثم حسن زاده هستم، باشنده کابل. میثم جان عزیز، در رابطه با هفتم محرم اندک برای ما معلومات بتن. هفتم محرم که هست حضای تمام مردم است که در بخاطر ابوالفضل آقا شهید شده، همگی نیت دارن و میاین تیغ زنی میکنن به خاطر دستان جدای ابوالفضل عباس آقا. همگی عزادار میباشن، نظر میتن و در حضای ابوالفضل آقا همگی گریه میکنن و ناله میکنن، منبر میتن و این همه به خاطر شهادت آقا ابوالفضل عباس است. بله. و تیغ خودت هم به نظرم که آماده است. بله آره. این تیغ هم از سالهای پیش مانده. بله. یک بار میتونیم که ببینیم و چطور شما این را آماده میسازن برای وطندارای ما هم بگوین که شکل تیغ زنی چطور است. تیغ زنی که هست وقتی که شروع میشوه باید اینا را در هر کل جداگانه بگیرید تا تیغ زنی بتونی و کوشش میکنیم که با هم گت نخوره، با هم فاصله داشته باشه و تا بتونیم درست تیغ بزنیم و عزاداری کنیم. در هر زنجیر یک دونه تیغ وصل است و این تیغ هم بسیار زیاد تیز هستند. بله دیگه باید تیز باشه، اگر تیز نباشه میتپانه انسان. پشت انسان هم میتپانه، سوزش میکنه. وقتی که تیز باشه پاره میکنه، کدام مشکلی نیست. بازی خود درد هم میکنه و خونریزی هم داره. عشق ابوالفضل آقا هیچ درد نداره، اصلا درد احساس نمیکنی. یا وقتی که در حالت عادی یک دستت پاره میشه خیلی سوزش درد داره، اما با عشق ابوالفضل آقا و عشق امام حسین که میزنی اصلا درد نداره، درد احساس نمیکنی. بله. و امروز مراسم شما چگونه است؟ تا جایی که من بلد هستم گهواره را میارن که نماد از علی اصغر کوچک از دمی مورد است، کم صحبت داشته باشین. در روز هفت محرم علم ابوالفضل آقا هست و در روز نهم که هست گهواره میآید و وقتی که علم وارد میکنن علم تیر میشه، روزه خوانده میشه و تیغ زنی شروع میشه و در روز نهم که هست گهواره میآید. دیگه امیناست مراسم عزاداری ما. باز هم تسلیت باشه برای همه ما. وقتان خوش، خدا خیر باشید. هموطنان نهایت عزیز، همه طرف برادرای ما خود را به خاطر تیغ زنی آماده میکنن. من امروز چند نفر دیگه هم صحبت می داشته باشم، شما بیننده تصاویر باشید. پاره پاره هنجره. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستن شما؟ مهربانی. تسلیت باشه بر شما و برای ما. تشکر، خیر ببینید. سلامت باشین. خودتان معرفی بکنن کاکا جان. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی ولد رجب علی، 70 سال 60 سال خدمتگار، فراش تکخانه عمومی چندول.
بسیار خوب. کاکا جان، در رابطه با هفتم محرم که امروز ما شما درش قرار داریم، اندک صحبت داشته باشین و معلومات بتونید. امروز روزی است که ابوالفضل عباس بچه حضرت علی علیه السلام برادر امام حسین علیه السلام به شهادت میرسند به دشت کربلا. دستا بریده میشد، چشما کشیده میشد. عزاداری ابوالفضل عباس است. و ای که تیغزنی هم میکنن به خاطر تیغزنی که از خون میریزنه، همینجا کلگی همینجا تیغ میزنن. از هر جای، از هر ولایت، از هر شهر میان تیغ که میزنن، تیغ دیگه به خاطر از این میزنن که مردم وقتی که امام حسین به شهادت رسید، بیبی زینب خواهر امام حسین سر محفل شطور بالا کرد، سر خود به محفل زد، خون خود ریختان. با مو خاطر خون خود ما ریختانده میریم حال تشییع. و تا جایی که ما شنیدیم و خواندیم میگن که علی اصغر کوچک هم امروز شهید میشه. علی اصغر کوچک 6 ماه دست امام حسین است. روش به طرف آسمان میکنه و رمله تیر لشکر یزید است. میگه زیر گلون علی اصغر را میبینی، تیر ششگوره را به زیر گلون به شهادت میرسد. و کوچکترین شهید روز کربلا یا روز محرم هم علی اصغر کوچک است. بله بله، بچه امام حسین، نواسی حضرت علی و نواسی حضرت علی و حضرت محمد مصطفی. بله، همش نواسی حضرت محمد امام حسین، همه 12 امام، کلش نواسای حضرت پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. تشکر از شما کاکا جان. مهربانی از کلام تلویزیون است. از چینل یوتیوب کابل برند هستیم. بله. وطنداران نهایت عزیز، سخنرانی ها، نحوه خوانی ها و منقبت خوانی ها ادامه دارد و تا چند لحظه بعد علم از داخل تکیه خانه و بیرون به صحن حویلی میه که باز اینمی جوانایی که شما در بک‌گراند ما تماشا میکنین، اینا منتظر علم هستن که بعدش مراسم تیغزنی را آغاز بکنن. خوب است که شما بیننده تصاویر باشین. من هم برم همراه با دیگر دوستا و وطندارای ما صحبت داشتم. یک طرف شعله های بیکران، یک طرف این زن صبور و خسته خواهر کیست؟ بارالله این حسین است، بارالله این حسین است، این که شمع دل هر انجمن. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستن شما؟ خوب است. صحتتون خوب است؟ شکر. خودتان را معرفی بکنن. سید زکریا هستم. سید زکریا عزیز، در مورد اسپند بر ما بگو که ما همیشه وقت شاهدش بودیم که در روز هفتم محرم اسپند هم شروع میشه، که اینه چرا اسپند میکنن؟ اسپند به خاطر از این میگن اسپند دیگه چی نداره، اسپند ثواب داره، اسپند کردن ثواب داره دیگه، یکی گفته گم تمیز اسپند میگن بس خاطر امی نظر مردم یا گفته گم تو کمی نظر بد مردم از سر آدم دور شد. بله، فقط به خاطر اینکه که از نظر بد مردم کسایی که اینجا امروز به خاطر عزاداری من همین موضوع است. بله دیگه تو کدام موضوعی نداره؟ دیگه موضوع خاص. امروز شما چی کار میکنین در هفتم محرم که ما شما قرار هم داریم؟ از ما فقط اسپند از دیگه یگام شربته و اگه توضیح باشه خلاص دیگه. بله. مراسم تیغزنی و سینه زنی هم تا چند دقیقه بعد آغاز میشه. بله، یک نیم ساعت بود دیگه شروع میشه. بله. تفاوت های امسال نسبت به سالهای گذشته، تفاوت عزاداری در چی است؟ شما شاید بعض تفاوت ها رو دیده باشید. والا دیگه چیزی گفتن نمیکنم دیگه، چی بگم دیگه. تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت. این تنه به خون نشسته پیکر کی؟ این حسین است، این حسین است. این گلوی پاره پاره حنجر کی؟ ثمر باغ دل فاطمه است،
چل چراغ منزل فاطمه است. السلام علیکم. خوب هستین شما؟ راحتون خوب است؟ زنده باشید. خودتان معرفی بکنید. حسیب الله هستم باشید چنده. حسیب الله جان کمری ما اونجاست. حسیب الله جان عزیز در رابطه با عزاداری امروز اندک صحبت داشته باشین و معلومات بکنید. امروز هفته محرم است. علم کشی است ان شاء الله بخیر. مردم آمده تیغزنی است. بچه‌ها رو می‌بینید دیگه همیشه 5 نفر 4 نفر 10 نفر گرد هم اومدن تیغزنی میکنن. عزاداری میکنن. عزاداری امام حسین. بله. و ما می‌بینیم که طبقات مختلف از کهنسالا هم هستن، نوجوانا هم هستن، جوانا هم هستن و حتی که در این قسمت من طفلا رو هم تماشا میکنم که به گروپ های مختلف تقسیم شدن. اینا دیگه باز تیغزنی شروع میکنن. چی وقت تیغزنی شروع میشه؟ تیغزنی دیگه 20 دقیقه نیم ساعت دیگه شروع میشه بخیر ختم مجلس تیغزنی است. دیگر کس می اینجا حاجت داره خورد کلان پیر جوان کلگی می اینجا حاجت خود میگیره. عزاداری خود میکنه تیغزنی. و تفاوت عزاداری امسال نسبت به سالهای گذشته در چی است؟ امسال اگه برای ما چیز شده محدودیت ها گرفته سر ما یک ذره می حکومت سر ما یک ذره محدودیت کرد نسبت به پارسال. بقدر زیاد آزادی نمونده. همه سالا چگونه بود عزاداری شما؟ همه سالا بهتر بود از اینکه رونق‌تر بود. از اینکه بسیار جمع جوش زیادتر بود. یعنی امسال کم رنگ شده؟ کم رنگ نیست شکر. عزاداری ما مثلا کس کم رنگ نمیتونه. بسیار تشکر است. زنده و سلامت بخیر باشید. هموطنان نهایت عزیز، ما از همکارم می‌خوایم که یک بار کامره را بچرخانه و برای شما نشان بدن که یک تعداد برادرای ما پرچم‌ها و دستایشان است که می‌خواین با یک نوع عزاداری بکنن و تعداد زیاد هم که نشستن. اینا منتظر علم کشی هستند که امی که علم و صحبت‌های مجلس خلاص شود و تمام شود بعد از او تیغزنی‌ها آغاز میشه و شما بیننده تصاویر باشین. امروز هزاران علم در سرتاسر جهان یک طرف شعله های بیکران یک طرف این زن صبور و خسته خواهر کیست بارالله این حسین است مشک پر از آب کرد راه نخلستان رو انتخاب کرد تا کمتر آسیب ببیند آب رو به خیمگاه برساند اما ابن سعد دستور داد عباس رو محاصره کنید نگذارید آب به خیمگاه برسد به خدا اگر عباس و حسین سیراب بشود دیگه زندگی بر شما حرام خواهد شد از هر طرف دور او را گرفتند حلقه کردند با تیر و با نیزه و با شمشیر عباس تمام هم مغمش اینه که آب به خیمگاه برساند اطفال حسین داشته هستند
هموطنان نهایت عزیز، شما جریان تیغ‌زنی را تماشا کردین که تعداد زیاد از برادرای اهل تشیع ما به خاطر عزاداری که داشتن امروز مراسم تیغ‌زنی خود را انجام دادن و علم کشی هم انجام شد و میریم اینال باز هم همراه با وطندارای ما صحبت می داشته باشیم، ببینیم که دیگه چی مراسمشان باقی مونده. وطندارای نهایت عزیز، جوانایی که در کنار ما هستن اینا تمامشان تیغ‌زنی، مراسم تیغ‌زنی را انجام دادن. چه خوب است که اندک در رابطه با تیغ‌زنی هایی که انجام دادن و در سالهای گذشته که انجام میدادن اندک ازشان معلومات بگیریم. باش که از این برادر شروع میکنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ صحتمند جانتون جو بخیر هستین؟ زنده باشین. همه جا بوی خون گرفتن. والا عزاداری امام حسین هم ساله برگزار میشه و نوجوانا و بچه‌ها به خاطر امام حسین امروز تیغ‌زنی کردن. مراسم تیغ‌زنی دیروز ابوالفضل آقا برگزار شد، امروز هم با شکوه برگزار شد. ان شاء الله خداوند قبول کنه. ما کوشش میکنیم شعائر دین، شعائر مذهب خدا حفظ کنیم و امیدوار هستیم و که دولت در این راستا همراه ما همکار باشه. دیگه کدام گفتنی خاصی نداریم برادر. همین مراسم تیغ‌زنی چرا انجام میشه؟ اگر در مورد ازی برام به خاطر ازی که امام حسین علیه السلام به خاطر دین، به خاطر اسلام خون خدا داده و طور شهید شده که مظلومانه که شهادت حضرت امام حسین علیه السلام تا قیامت زنده است و قیام امام حسین به خاطر دین اسلام بوده و قیام امام حسین دین اسلام را با خون خدا بیاری کرده و به خاطر از که امام حسین علیه السلام به خاطر خدا خون خدا داده، ما امروز خون خدا به خاطر خدا میتیم و راه امام حسین تعقیب میکنیم. یک راهی است که باید ما تعقیب بکنیم. بله، بسیار تشکر از شما. باش که از برادرم یک صحبت داشته باشیم. سلام علیکم، خسته نباشین. سلام محترم، خوب هستین؟ بخیر، سلامت باشین، زنده باشین. بیاین در رابطه با این صحبت داشته باشین که تفاوت عزاداری های امسال نسبت به سالهای گذشته در چی است؟ الحمدلله کسی که عزادار است به هر صورتش عزاداری خود میکنه. با ما فرق نمیکنه، هر محدودیتی که به ما بگذاره باز ما عزاداری خود میکنه. بله. یعنی هیچ چیز مانع شما نه خیر، نه خیر. بسیار تشکر. راه حق است برادر. بدون شک. راه حق است. تا خون داریم در این راه هستیم. تا خون داریم. تا خون در رگ ما در این راه هستیم. و هیچ محدودیت ما را مانع شده نمیتونه. هر محدودیتی که در سر راه ما باشه ما ان شاء الله بخی که سر ما بره این راه را تعقیب میکنیم. بله. تشکر از شما. باش که از این برادر یک صحبت کوتاه ما میخوایم داشته باشیم. سوالی که یک تعداد وطندارا هم در ذهنشان است، شما معلومات خوبتر دارین، پیشتر هم همراه شما صحبت داشتیم. خسته نباشین. زنده و سلامت باشین عزیز. شما سلامت باشین. بیاین در رابطه با این صحبت داشته باشین که امام حسین خو از تمام جهان اسلام است. چرا برادرای اهل تشیع ما به این شکل عزاداری میکنن؟ چرا دیگران نمیکنن؟ خب اینا که هست مذهب فرق میکنه، درست است؟ مذهب اهل تسنن و اهل تشیع. باز اهل تسنن هم عزاداری میکنن، فقط یک روز داره. روزی که عاشوراست، امام حسین به شهادت میرسه. اما مذهب شیعه از اول محرم تا 48 عزاداری میکنه. دلیلش هم اگر بدانین بر ما بگوین. دلیل خاصش نمیدونم عزیز دل، اما ما شیعه هستیم، ما پیرو امام حسین هستیم و تا خون که برادر ما پیشتر گفت تا خون در رگ ما زیرا را ادامه میدیم و هیچ موانع دم راه ما را نمیگیره. تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. بازم تشکر از شما. بخیر و سلامت باشین. زنده باشین. باش که از این برادر صحبت داشته باشین. سلام علیکم. وقت شما بخیر. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ مراسم علم کشی و تیغ‌زنی تمام شد. بیاین در رابطه با همین هفتم محرم اندک شما معلومات بتین و صحبت داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حبیب الله بشر دوست، فرزند سالار قیام چندول، یکی از فراشان مکتب اهل بیت. امروز روز 7 محرم است. 72 تن شهدای کربلا 14 سال پیش در کربلا و شهادت رسیدند و اخلاصمندانه 72 تن در رأس سالار شهیدان کربلا حضرت امام حسین و علمدارش حضرت ابوالفضل عباس عاشقانه از پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله و از ظلم و ستم دفاع کردن و خون خدا به طبق گذاشتن و عاشقانه در راه خدا خون دادن که حتی تا طفل 6 ماهه خود. امروز حضرت ابوالفضل عباس قهرمان کربلا که امروز مردم عاشقانه آمده برش تیغ میزنه، زینت میزنه، زنجیر میزنه، نظر میکنه، به خاطر جوان مردیش بود، به خاطر از که
واقعا پاس ادب، پاس شهامت، پاس همه چیز از حضرت ابوالفضل عباس که لقب جوانمردی را حضرت ابوالفضل عباس داره که امروز یک علم به کربلا افتیده از دست حضرت ابوالفضل عباس و در سرتاسر جهان بیش از میلیاردها علم بالا میشه. امروز شما نگاه میکنین هر گامی که بر رضای خدا باشه، خون 72 تن شهدای کربلا واقعا بر رضای خدا بود که امروز مهر و محبت از در قلب مردم خداوند انداخته. امروز شما نگاه میکنین که طفل می تیغ میزنه. هر کاری که بر رضای خدا باشه او شکست ناپذیر است. امروز شما جنگ 12 روزه ایران نگاه کنین، هر موشکی را که سپاه پاسدار جمهوری اسلامی ایران به طرف اسرائیل کشیدگی کرد به خاطر از این نکرد که باش که به مامانه، نه، صرف نعره تکبیر الله اکبر و گنبد آیینی را که امریکا برش آورده بود دفاع کردن نتونستش. هر کاری که در رضای خدا باشه خداوند این تو محبتش در قلب مردم میته و اینمتون موفق و اینمتون مثل موشک جمهوری اسلامی ایران در کاخ استبداد میخوره. ما میخوایم یک چیز دیگر هم از شما پرسان بکنم که برادرای اهل تشیع ما شما را در کشور ایران به تکیه خانه ها اجازه ندادن. دیدگاه و نظر شما در این رابطه چی است؟ یک دیگه که از تبلیغات هایی رو میکنه اعمال شما چینل های چیز سعی کنن آزادانه دسته دارن سینه میزنن 4 تا اسرائیلی هایی که 4 بخشی را که چی میکنن باش که یک تضاد را پرته یک سر و صدای را پرته نه اعمال آزاداریشان آزاد است که من تماس دارم. یعنی برادرای افغان ما شما در اونجا نداره بسته تکیه خانه ها را داره دیگر را داره بسته کلشان آزاداری میکنه دیگه. شما فیسبوک ها را سعی کنین بخش کل آزاداری هایشان میمونه. یک اسرائیل کثیف و یک اسلام نمایی که پول و پیسه میگیره اگر فکرت باشه سال 1389 جوار زیارت ابوالفضل عباس که انفجار داد و انفجار مفت نبود و انفجار بود که روز 10 عاشورا در تایم آذان انفجار داد گفت اینجا شیعه سر مکتبای در مسجدهای اهل سنت میدهید. برای خدا را سپاسگزار هستیم که در افغانستان کاخ این پلان کثیف اسرائیل و امریکا و انگلیس کثیف نابود شد و روسیه شدن که نشد و در دانش شفاخانه میرفتی پشتون تاجک کلگستا شده بود حاضر بود که خون بده. اینمی را جای افتخار میدونیم که نه صدای ازق میبرای جل جلاله او ولیکن نتونستن که موفق شد که جنگ شیعه و سنی را در افغانستان دامن بزنه و بندازه. حالا رسانه ها ببین کل رسانه های اسرائیل کثیف است، پول از اسرائیل کثیف میخوره ولیکن به نام اسلام هستند و باطنش کلش کفر است. تو چرا تبلیغ از اسلام نمیکنی؟ پرچم سبز لا اله الا الله محمد رسول الله که وقت ما افتخارش میکنم که خداوند همچون پیغمبر بر ما نصیب کرده که محبوب ترین پیغمبر است. چرا؟ بهترین عالم. ولی ما چرا رو با پول در یک اسرائیل کثیف، امریکای کثیف، انگلیس کثیف ما معاملهش کنیم؟ امروز وقتی معامله شدنی نیست. نه، امروز جای افتخار است که یک عده قهرمانانه که در حزب الله لبنان است، در غزه است. ببین که در غزه را بمباردمان میکنن و که هزار مالشان عقب نشینی نمیتونه کنن ولی زور خود میزنن نمیتونه. ما امی کسایی که چی در هر گوشه و کنار که از این پرچم صداقانه دفاع میکنه خداوند سرفراز سربلند سرخرو داشته باشد و پوزی چیزی که کثیفایی که از اسرائیل پیسته میخورن مثل حامیانشان امریکای کثیف، انگلیس کثیف، خاندان علی سعودی کثیف، اسرائیل کثیف کلشان خداوند نست نبود و پرچم سبز لا اله الا الله محمد رسول الله همیشه برافراشته باشه. نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. از شما زنده و سلامت باشید، بخیر باشید، خیر ببینید، سلامت و با عزت باشید. از آن از هموطنان عزیز ما هم سکوت میکنیم، شما ببینید اسرائیل باشید. ثمر باغ دل فاطمه است، چراغ منزل فاطمه است، نور بخش محفل فاطمه است. هموطنان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت پایانی برنامه و تیغزنی ها و عزاداری هایی که بود تمام شد. البته به خاطر هفتم محرم دیگه انشالله عزاداری های برادرای اهل تشیع ما ادامه دارد تا 10 محرم تا شام غریبان و من هم کوشش میکنم که برای شما گزارشات خوب معلومات عالی در رابطه با این عزاداری ها بگیرم و تا دیدار بعد شما را به الله یک تا مسپارم. خدا نگهدارتان.